حضرت عبدالقادر جیلانی یکی از شخصیت‌های بزرگ اسلام است که در یک صحبتش 20,000 نصرانی را مسلمان کرده که حضرت یک طریقه بو مخصوصی هست قادری خدا رحمتش کنه، بسیار شخصیت بزرگ. او در سخناش میگه که اگر یک نفر خانه کعبه را 14 مراتب چپه کنه و ویران کنه، گناهی سبکتر است از گناه نفری که دل یک مسلمان آزار بده. یعنی یک نفر دل یک مسلمان آزار بده و خفه کنه یا ظلم کنه یا حقش بخوره یا خفه و زیقش کنه، گناهی همین از گناهی او گنده تر است. یعنی که دل مؤمن آزار دادن از خانه کعبه را چپه کردن در گناهش وزمین تر است. یعنی کسی 14 مراتب خانه کعبه را چپه گردان کنه، کسی دل یک مؤمن آزار بده. همین دل مؤمن آزار دادن گناهش از او بالاتر است که آزار مؤمن حرام است، ایذا دادن مؤمن حرام است، غیبت کردن مؤمن حرام است، فروختن یک مؤمن حرام است. امید چی است که حکمی شریعت حکم خدا میده. ولی همون میگه که کعبه بنیاد خلیل آذر است، دل نظرگاه جلیل اکبر است. اگر کعبه را خلیل آذر دیوارش بنا کرده باشه از سنگ، از مثلا دیگر چیزا، اما دل نظرگاه جلیل اکبر است. از هزاران کعبه یک دل بهتر است، از هزار کعبه در یک دل بهتر است. دل نظرگاه جلیل اکبر است، کعبه بنیاد خلیل آذر است. خدا است. بعدا رسول خدا صلی الله علیه و سلم اکرم را بیان کرد که من احب لله، کسی که دوست داشتن یکدیگرشون مخصوص به خاطر خدا باشه، حتی که در سه جا دروغ گفتن که خودش گناه کبیره است، گناه کبیره است، گناه عظیم است، در سه جا رخصت است. یک تاش یک جایی که دروغ گفتن رخصت است، در بین دو مسلمان اشتی انداختن. دو مسلمان با یکدیگر قهری هستند، دشمن هستند، پیش یک تاش میره دروغ میگه که همون از گپای گفتگیش پشیمانه، مثلا همون خطا نغز میبینم، یک شیطان وسوسش کرد، یک کشید همی خیل نفهمیده و دیگر دروغ میگوید، در پیش دیگریش میره دروغ از جانی بیش میگوید. همین دروغه که دو نفر با یکدیگر صلح کنن، همین شریعت مباح میگه، رخصت میگه. اون که دروغ گفتن خودش گناه کبیره است. همین قدر من این مسلمان با مسلمان دوستیش و یکدیگر فهمیش و رفاقتش، همین قدر اسلام بها میده که حتی در بین او دروغ گفتن مباح میگه که تا که مسلمان ها با یکدیگر صلح میشن. حق دوستیایی که و خاطر یک نان باشه، این هم همون نظمه و چیزایی که در فارسی میگه نانش بته میگه از در بیرونش میگه. دوستی که به خاطر نانی باشه. و بعد دوستی که اساس مثلا که فضل داره، درجه داره، صفت داره، دوستی جونی هست. دوستی که جونی باشه اگر میگه در اون جان تبتی اگر کمتر است. همین دوست جونی تا جون مثلا که فضل داره، درجه داره، صفت داره، دوستی جونی هست. دوستی که جونی باشه اگر میگه در اون جان تبتی اگر کمتر است. همین دوست جونی تا جان تبتی ولی هم کم است. به خاطر که دوستی را همین قدر در دین، در اسلام، شریعت بهای دودگی است که هر یک نفرایی که همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن، اهل اصحاب، دوستی جانی بدن آنها، نه دوستی زبانی بدن، نه دوستی نانی بدن، بلکه دوستی جانی بدن. یک نفر ولی در همون الازهر مصر یکی از همون علمی کلانشون تنتاوی بود، خدا رحمتش کنه، ولی مرد از دنیا گذشت. تنتاوی خیلی خیلی شخصیتی بزرگ بود، خیلی خیلی عالمی کلام بود. حتی یک جوی همون گذشتن شد بگیم که یک مجلسی کلان میشه در عربستان سعودی در ریاض. بعد مکه میره بعد میگه که طواف کنم، طواف میکنم. از اونجا مدینه میان، روضه پیغمبر صلی الله علیه و سلم تنتاوی، روضه رسول الله صلی الله علیه و سلم زیارت میکنه.
بعد روزه را زیارت کردن رو به روی روزه پیامبر صلی الله علیه و سلم خودمون که در برش هستن هم قصه میکنن. خودم قد بلند در همین سال 2009 در همین سمینار امام اعظم اومدگی بود و تاجیکستان ما از نزدیک بودیم خطی شده بودیم زیارتش کرده بودیم. بعدا میگه روبروی روضه رسول الله صلی الله علیه و قدر ایستاد، میگه خیلی ایستاد صلوات و صلوات و بعد میگه همین اشکاش همین جوری شده خودم خرابای قد بلند بود. همین خیلی گریه کرد و بعد میگه گفت یا رسول الله همین قدر پزمونت شده، همین قدر محبتی دارم دوستت میدارم که در برابر محبتی تو نه پول نه مال نه زن نه فرزند هیچ دنیا در برابر محبتی تو ارزش نداره. میگم خیلی گفت گریه کرد و بعد گفت باز خدا میدونه که من زیارت اومدم میتونم میگم خیلی میگم با یعنی در حق پیامبر صلی الله علیه و گریه کرده. بعد جواب شدن کم ازش گریه جواب شون دادن. بعد بر اومدن در ایرپورت در همین سمالیات شدن همین سیده نیدن میشینه و قدرت خدا جون به حق تسلیم میکنه. با از همون درون میبرورن میورنش در همون مدینه، در همون بگیم که مدینه شهر پیغمبر در همونجا به خواب میسپرن. همین حضرت یک قصه عجیب داره، میگه که ها در برای که دوستی جانی میگه یک نفر انا جوانی همتری بچه یوشی قرآن خون حافظی کل قرآن و با نماز و با طاعت بوده و علم. یک روز جمعه نماز جمعه تمام شده میگه و بعد گفت که من یک سوال دارم شیخ. بعد میگه تنتوی اومد و بعد گفت که بگو. بعد جوان میگه گفت که انا شیخ گفت که بعد میگه شیخ گفت که انا یک سوال دارم. گفت سوال تبو. گفت همین صفتی صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم میکنن، اهل اصحاب میکنن، یک قدر فضیلت دارن. اگه جوان خودش میگه من شخصا میگه حافظ کلی قرآن هستم، علم دارم، عالم هستم، گناه را نمیدونم چیه. یعنی همین قدر امر جوانش گذشته است. یک رکعت نمازی نه قضا داره، نه روزه، نه حج، نه زکات، نه یگان چیز. گناه را میگه کردنش رو سبیسته گناه را من نمیدونم که شراب چی خاصیت داره یا دروغ گفتن یا مثلا زنا کردن دیگر. همین گناه نکردم در عمر. حافظی کل قرآن هستم. نه که همین قدر محبت بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم دارم آنچنان که هیچ کس نداره. آیا همین محبت ما با محبت صحابه برابر می شود؟ او درباره جان فدایی صحابه همون روز جمعه تنتهای امر معروف کرده بود است. آیا جوان میگه همین قدر حافظ قرآن گناه را نمیدونم، گناه نکردم. آیا همین قدر محبت ما با پیامبر داره، محبت ما با محبت صحابه برابر میشه؟ بعد میگه تنتهای از سببی که جمعه را گذرانده بودم، بعد اصلا در بین مثلا چند هزار آدم گفتن آدم خیلی خسته میشود. مثلا که همون سالهای پیش که همون خطیبا بودن یا که نه مثلا که همون گفت زدن همون یک ساعت آدم خسته میشه. بعد سوالی را گوش میکنم میگه که انا جمعه دیگر بیا میگه جواب میگی. بعد جوان میروه، همین جوان میروه که فقط در نمازی بامداد میگه میوید، در نمازی بامداد میگه میوید. همون جوان همیش خدر گریه میکنه که اوه چشم میتونم میگه از گریه را میگه جوری شدیسه. بعد تنتوی میگه چی شد؟ میگه من از انم سوال ما جواب شیفت، میگه جواب گرفت. بعد حضرت میگه که چی جواب گرفتی؟ بعد میگه که خواب دیدم که در یک اگه چند طریقه موشین بعضی چیزا گفتن صحیح‌تر شمیه که عرابه در همون سالهای پیش اگه در عرابه چند کس میشه اسم کشیش میگه. در عرابه میگه همین تا یک مسجد شون دولو نداشته در مسجد میبروی همین تا راه کلان راه اسرار. میگه در یک عرابه میگه خواب میبینم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم مای سواره چند صحابه میگه قطیش هم میگه و بعدا میگه که از همون خیلی راه خیلی نیشه بوده است مسجد اینجا راه بلو بوده. بعد از همون کتلی یک عرابه اومده سمتری شستکی و میگه در همون خوبم یک آوازی بلند میشه و که همین در میره عرابه را بگیره که در همون عرابه رسول خدا صلی الله علیه و سلم آید. بعد میگه که من از محبت دوست داری میگم که یک
سنگ یا خشت یا چیزی بگیرم در دم چرخ عربا بمونم که پیغمبر خدا عربا چپا نشوه گفته همین هشم با سنگوی که نگاه میکنم که صحابه 4 تا صحابه میگه سراشونه در همون ته چرخ عربا موندن نه سنگ گفتن نه خش گفتن صحابه سراشونه در ته چرخ عربا موندن عربا ایستاده همین خوب دیدم میگم بعد در حقیقت فهمیدم که اون محبتی که صحابه داشته اون محبت ما داشته نمیتونیم اون اخلاصی که پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابه داشتن جان فدایی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتن انا همون دوستی جانی بود دوستی ایمانی و دوستی جانی بود که برای یکدیگر جان فدا میکردن اما که دوستی که به خاطر مال باشه به خاطر دنیا باشه به خاطر ثروت باشه این پایدار نیست یا به خاطر وظیفه باشه اکثرا همین خیله که وقتی که از اون چیزو که از وظیفه‌اش گرفت یا که از ثروتش به ثروت کشید دیگه دوستی تمام میشه انا دوستی که جانی باشه و به خاطر خدا باشه البته که تا همون اندازه دوستی به خاطر خدا قدر قیمت داره که وقتی که به یکدیگر جان فدا هستن میگه یک دوست میگه در قصه ها میاره که سوال و جوابش میکنن در قیامت در سوال و جواب عاجز میگه که جوش میگن که دوزخ تمام بر این شکل دوست دیگرش بهشت دوستی که بهشت میره در بهشت داخل نمیشه برای چی میگه داخل نمیشه میگه تا همون دوستی ما میگه اگر به شرط همراهی ما نکنین او را ما به بهشت داخل نمیشم که او دوست چند قدر گناه داشته به سبب همین دوستی قدر خداوند میگه اون را بخشیده همراه دوست داخل جنت پس اگه دوستی دیگر دوامی همون حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم کامل ترین مؤمن گفت احب لله و ابغض لله بعد دیدن هم به خاطر خدا باشه یا کسان بعد میبینیم به خاطر که دشمن دینه دشمن اسلام دشمن مثلا که هم مردم و ابغض لله و منع لله که منع کردن عطا کردنشان به خاطر خدا باشه منع کردنشان به خاطر خدا باشه همین 4 صفت در کسی که باشه پیامبر گفت فقط استکمل ایمانو ایمان همون بنده کامل شد ایمان همون بنده پره شد یعنی ایمان همون مؤمن پره و کامل مستحکم است که همین 4 شرط در او باشه دوست داشتنش به خاطر خدا باشه بعد دیدنش به خاطر خدا باشه عطا کردنش یک مسلمان یارده میته به خاطر خدا باشه و منع کردنش هم به خاطر خدا باشه خداوند همه ما و شما را توفیق هدایت عطا کنه دوستیامون به خاطر خدا کنه دوستی جانی باشه و الله ذوالجلال برای دوستی ها اجر پاداشی ثواب بر ما و شما نصیب کنه